علاءالدین حسین الحسینی مرعشی آملی مشهور به سلطان العلماء آملی و همچنین خلیفه سلطان، وزیر اعظم شاه عباس بزرگ، شاه صفی یکم و شاه عباس دوم بود. او یکی از بزرگان خاندان مرعشی و از نوادگان میر قوام الدین مرعشی بود. وی پس از سالها بهره‌مندی از مکتب بزرگان اصفهان به درجه اجتهاد رسید و در زمره علمای طراز آن عصر اصفهان بود. پدرش در سلطنت شاه عباس اول به مدتی 2 سال مقام صدارت داشته و به دلیل انتساب با خاندان صفوی فرزندش خلیفه سلطان با یکی از دختران شاه عباس به نام جان آقا بیگم ازدواج کرد. سلطان العلماء در سال 1033 قمری به وزارت رسید. از این رو وی با پدرش در یک خانه جلوس می‌کردند و به امور کشور رسیدگی می‌نمودند. در سال 1038 قمری شاه عباس از دنیا رفت و شاه صفی به پادشاهی رسید و سلطان العلماء به مدت 2 سال وزیر اعظم شاه صفی بود. شاه صفی پس از مدتی وی را به اصفهان فراخواند. وی پس از مدتی اقامت در اصفهان به سفر حج رفت که در همین مدت شاه صفی درگذشت و شاه عباس دوم به سلطنت رسید و پس از قتل میرزا تقی اعتماد الدوله در سال 1055 قمری سلطان العلماء را به نخست وزیری منصوب کرد. سلطان العلماء اواخر دوران وزارت خود را در بهشهر یعنی اشراف سابق گذراند. وی در مدت کوتاهی که شاه عباس دوم پس از فتح قندهار به اشراف سفر کرده بود بیمار شد و فوت نمود. تاریخ وفاتش را نیز برابر با 1064 قمری شمرده‌اند. طایب تبریزی قصیده بلندی در رسای وی سرود که مطلع آن آه از دستور عالم وای از سلطان علم که به حروف ابجد برابر با سال 1064 روز در گذشته وی می باشد. اشرف مازندرانی شاعر معاصر و شاگرد صایب تبریزی درباره او قصیده مفصلی در 131 بیت دارد که در آن به نسب مازندرانی خود افتخار می کند. دوره وزارت وی به لحاظ قدرت و اقتدار و اختیار به ویژه در دوره شاه عباس دوم دور گذار از مرحله ضعف اقتدار وزیر به مرحله قوت آن می باشد. بنابراین دوره وزارت خلیفه سلطان دوره تعادل و توازن قوا بین شاه و وزیر است. وی برخلاف وزرای دیگر از نفوذ معنوی خاصی برخوردار بود و در امورات کشور دقت فراوان و سختگیری داشت.